اینجا شهر زیبای من بندر ترکمن. نیلای هستم. میخوام در مورد فرش ترکمن باهاتون حرف بزنم. یکی از سوغاتی های شهر ما فرش ترکمن. این زیبایی ها ستودن رفت. این فرش ها رو دست های هنرمند ترکمن بافته. این فرش ها اصالت ترکمن رو نشون. هر کدوم از این فرش ها یک داستان برای خودش. و سالها برامون میمونه. این فرش‌ها به این صورت داده است بافته میشن. ولی بعضی وقتا از روی نقشه کار میکنن. معمولا نقشه هاشون به صورت هندسیه. پشم این فرش‌ها دست‌روی سنگ. برای بافتن این فرش‌ها وقت زیادی لازمه. این فرش‌ها باید به صورت دقیق بافته بشن. هر فرش رو یک بافنده ماهر مثل ایشون میبافه. من خیلی دوست دارم بافتن فرش رو یاد بگیرم.